صدا صدره کشاید سوی نوروز، بر روی ما رساند روی نوروز. ثنا گویم به این جشن نیاگان که در سر ما رساند بوی نوروز. یکی از ارکان جشن روشنایی و مژده‌رسانی بهار و گرمی جشن صدا این آمادگی گرفتن به نوروز عالم افروز است. نیاگان ما از قدیم 50 شب و 50 روز پیش از آمدن نوروز خجسته با اقدام‌های سازندگی، شنیدن درخت و نهال‌های میوه‌دهنده، آرایشی و سایه افکن، تیار نمودن آلات و انجام کشاورزی و مشورت و مصلحت‌ها آید به انتخاب تخمی‌های خوش‌صفت کشاورزی آمادگی می‌دیدند. این آتش از خودافروزی نشان است که آن را رغم ظلمت آفریدند. ز نورش گشته روشن خانه دل، شررهای محبت آفریدند. صدا آمد که دهد مژده تو را از نوروز، مرده بپذیر و بده خلعت و کارش به تیراز. خرد و بزرگ کشور این جشن اجدادی را با همه خوشی و شادمانی پیشواز میگیرند و رسم و آیین‌های این جشن را با همه نزاکت و زیباییش اجرا می نمایند. صدا سپری شدن زمستان، نزدیک آمدن فصل بهاران و آغاز کشت و کار مژده می‌دهد. همین که ایام سردی ها سپری یافتند، زمین از باران نیسان و برف و آب به خود نشأه می‌گیرد. از زمین که رزق رسان مرد دهقان است، بوی خاک مشک‌بیز به دماغ می‌رسد. در گذشته ساکنان شهر و روستاها برای آتش افروزی هیزم جمع آورده گلخانی بزرگ می آراستند و در گردی آن دور گشته و سرودخوانان می رقصیدند. در نتیجه مهر و محبت، یکدلی، دوستی و رفاقتی آدمان زیاد می گردید. آتش جشن صدا آتش مهر وطن است، کاندر این ملک نخواهد که شبی تار بود.